یا آذربایجاناتمان یا تنگه هرمز جزایر سگانه من را از دست می دهیم یا ایران گستردتر یا بزرگتر خواهد شد. یک کلامی با داخلی ها، با سیاستمداران، با الیت ها، نخبگان، مسئولین، مردم که در جنگ دفاع میهنی 12 روزه آن چیزی که وظیفه‌شان بود را انجام دادند. الان آقایان مسئولین، الان تو مقطعی هستیم که مذاکره به صورت صرف توافق و بستن با غربی در کار نیست. الان دنیا توی آن لحظه ای است که نواحی بیشماری از اوکراین را برای روسیه در نظر گرفته، به رسمیت میشناسد. ما توی مقطعی داریم زندگی میکنیم که احتمال داره حتی روسیه سراغ لهستان بروه، حتی کشورهای بالتیک، بالکان هم آنچه را که از دست دارند را از دست بدهند، یعنی کشورهای دیگر به این نام نباشه. ما توی لحظه هستیم یا می رویم در آینده روی این درگیری ها یا آذربایجاناتمان تنگه هرمز جزایر سگانه را از دست می دهیم یا هل داده می شویم به سمت گرفتن بخش‌های از سرزمین این کشورها و گسترده تر کردن، بزرگ کردن سرزمین ایرانمان. می آید آن روز. آقا اینها را 2-3 سال پیش می گفتم خنده‌دار بود، الان به رسمیت می شناسن. 25% خاک اوکراین را برای روسیه. در طول تاریخ همیشه اینطور بوده. وارد عصر امپراتوری ها می شویم. آقایان سیاستمداران داخلی که با هم اختلاف دارید، ما توی مقطعی هستیم که مرزهای کشورها تغییر میکنه. دو طرف داریم، یا برندگان یا بازندگان. کشورهای میانه رو بیطرف هزینه بدون هزینه تقسیم میشوند بین برندگان و بازندگان.